امروز قراره با هم سفری داشته باشیم به دل یکی از عاشق‌ترین و در عین حال بی‌رحم‌ترین امپراتوری‌های تاریخ. مردی که تاج محل رو ساخت اما همزمان خون برادرهاش رو ریخت. پادشاهی که عشقش را با مرمر جاودانه کرد اما خودش سالهای آخر عمرش را در زندان گذراند. این داستان شاه جهان، امپراتور عاشق پیشه سلسله گورکانی، کسی که پشت درهای دربارش دنیایی از عشق، رقابت و توطئه پنهان شده بود. اگه تا آخر این ویدیو همراه من باشی، با رازهایی از حرمسرای او، عشق جاودانه‌اش، خیانت فرزندانش و معماری باشکوه دورانش آشنا میشی که توی هیچ کتاب درسی نمیخونی. در قرن 17 در دل پرشکوه امپراتوری گورکانی کودکی متولد میشه که تقدیرش براش سرنوشتی عجیب و پرفراز و نشیب نوشته. اسمش خرم بود، ولی بعدها دنیا اون را با نامی دیگر شناخت، شاه جهان. از همان روزهای کودکی نشونه‌های بزرگی توی چهره و رفتارش پیدا بود، باهوش و بلندپرواز و فوق‌العاده احساساتی. اما اون احساس همیشه به نرمی ختم نمی‌شدن. شاه جهان از جوانی دلباخته دختری به اسم ممتاز محل، عشقی که مثل افسانه‌ها در تاریخ موندگار شد. اما در این حال خرم کسی بود که وقتی به قدرت رسید بدون ذره نگاه خون برادرهاش رو تا به تاج و تخت برسه ریخت. ترکیبی عجیب از لطافت عشق و خشونت و قدرت. اون همون آدمی که بعدها زیباترین آرامگاه عشق تاریخ یعنی تاج محل رو ساخت. اما پشت این مرد شاعرانه مردی ایستاده بود که برای حفظ قدرت از خنجر و شمشیر به خوبی استفاده میکرد. این فقط شروع داستانیه که قرار شما رو به دل دربار گورکانی، جایی که عشق، سیاست، خیانت و شکوه در هم تنیده شدند. سال 1628 میلادی خرم دیگه اون شاهزاده جوان و عاشق پیشه نبود. حالا پادشاهی تمام عیار شده بود. وقتی شاه جهان روی تخت سلطنت نشست، اولین کاری که کرد نشون دادن قدرتش بود. شورش‌ها را با قاطعیت له کرد. دشمنان داخلی را یکی یکی کنار زد و به همه فهموند که دوران تازه‌ای شروع شده. دوران باشکوه اما با انضباط آهنین. ساختار حکومتی شاه جهان ترکیبی بود از هنر ایرانی، ذهن اداری مغولی و سیاست هندی. او نه تنها نظام ولایات را بازسازی کرد، بلکه با زیرکی نخبگان ایرانی تبار، ترکی تبار و هندو را وارد نظام قدرت کرد. سلطنتی تحت نظارت مستقیم خودش بود و مالیات‌ها با نظمی بی‌سابقه جمع می‌شد. اما چیزی که سلطنت شاه جهان را متفاوت می‌کرد، علاقه عجیبش به نظم، زیبایی و تجمل بود. او نه تنها یک پادشاه، بلکه یک طراح زندگی باشکوه بود. لباس‌های درباری، آیین‌های سلطنتی، حتی نحوه سلام دادن به شاه، همه باید با دقت و ظرافت انجام می‌شد. در همون سالهای اول حکومت، دربار دهلی تبدیل شد به یکی از باشکوه‌ترین دربارهای جهان، جایی که هر سنگ از قصرها با طلا تزیین می‌شد و هر تصمیم سیاسی پشت درهای اتاق‌های پر از فرش‌های ایرانی و پرده‌های ابریشمی گرفته می‌شد. اگر بخوای فقط با یک کلمه شاه جهان را توصیف کنی، شاید معمار عاشق بهترین گزینه باشد. چرا؟ چون توی دوران سلطنتش هنر و معماری به اوج رسیدن. شاه جهان باور داشت که عشق و شکوه باید توی سنگ‌ها حک بشن تا برای همیشه باقی بمونن. و اینجاست که تاج محل وارد داستان میشه. بعد از مرگ ممتاز محل، شاه جهان دیوانه‌وار فرو رفت توی غم. اما این غم انگیزه خلق یکی از عجایب دنیای امروز شد. بنایی از مرمر سفید با سنگ‌های قیمتی از سراسر آسیا
که هنوز هم وقتی از نزدیک میبینیش نفست بند میاد. اما تاج محل فقط یک گوشه کوچیک از عشق شاه جهان به معماری بود. مسجد جامع دهلی، قلعه سرخ، باغ‌های شالیمار، دروازه‌های باشکوه و حتی طراحی خیابون‌ها همه زیر نظر مستقیم خودش انجام می‌شد. او نه فقط هزینه می‌کرد، بلکه در طراحیان نظر می‌داد. گفته میشه گاهی خودش نقشه را با دست می‌کشید. در نگاه شاه جهان دیوارها باید حرف بزنند از عشق، از قدرت، از جاودانگی، و این دقیقاً همون چیزیه که آثار معماری اون به تاریخ گفتند. داستان پادشاهی که خواست عشق رو در سنگ جاودانه کنه. تا اینجای ویدیو از شخصیت شاه جهان باهات صحبت کردم. در ادامه نگاهی به قلب قدرت پنهان یعنی حرمسرا میاندازیم و اتفاقی که برای این شاه در آخر این ویدیو برایت خواهم گفت صحبت خواهم کرد. فقط حتما کانال ما رو سابسکرایب کن. اما پشت درهای طلایی کاخهای باشکوه دنیای مخفی‌تر و مرموزتر وجود داشت. حرمسرای شاه جهان جایی که صدها زن زندگی می‌کردند. از همسران سلطنتی گرفته تا ندیمه‌ها، رقاصه‌ها، معلم‌ها و حتی جاسوس‌ها. حرمسرا فقط محل زندگی زنها نبود، بلکه نهاد قدرتی بود که به طور مستقیم بر سیاست و دربار اثر می‌ذاشت. در رأس اون ممتاز محل بود. ممتاز محل فقط یک زن زیبا نبود، او یک پدیده بود. اسم اصلیش ارجمند بانو بیگم بود، نوه دختری میرزا غیاث‌الدین، وزیر ایرانی الاصل دربار گورکانی. در واقع ممتاز محل ریشه ایرانی داشت و از کودکی در خانواده‌ای با فرهنگ باسواد و دارای نفوذ بزرگ شده بود. او در 14 سالگی نامزد شاهزاده خرم، همون شاه جهان آینده شد و وقتی ازدواج کردند برخلاف باقی همسران درباری، رابطه آنها فقط یک اتحاد سیاسی نبود، بلکه یک عشق واقعی و عمیق شکل گرفت. او باهوش، شاعر، باسواد و مسلط به ادبیات فارسی، عربی و ترکی بود. در جلسات سیاسی همراه شاه بود و حتی در بعضی تصمیمات بزرگ مستقیما مشورت میداد. در مقابل دیگر زنان، ممتاز ملکه‌ای بود با وقار، باهوش، سیاستمدار، اما بدون تکبر. وفاداری، نجابت و حتی مشارکتش در کارهای خیریه او را در دل مردم هم محبوب کرده بود. وقتی ممتاز زنده بود، هیچ زن دیگه‌ای جرأت نمی‌کرد زیاد خودی نشون بده، اما بعد از مرگش فضای حرمسرا رقابتی شد. زنان دربار از راه‌های مختلف وارد این ساختار می‌شدند. یا سیاسی بود و شاه جهان برای حفظ روابط با خاندان‌های قدرتمند با دختران حاکمان محلی و امرا ازدواج می‌کرد، یا به صورت هدیه سیاسی از طرف خاندان‌ها فرستاده می‌شدند، و یا زنان زیبارو از آسیای میانه، گجرات، ایران، عثمانی و گاه حتی اروپا از طریق تاجران یا اشراف به دربار هدیه می‌شدند. زنان درباری با لباسهایی از ابریشم خالص، جواهراتی از زمرد و یاقوت و عطریاتی گران قیمت در رقابت پنهانی برای جلب پادشاه بودند، طرها با هنر رقص، با شعر و با سیاست وارد بازی قدرت می‌شدند. داروغه حرم که زن باهوش و مقتدر بود، بر همه چیز نظارت داشت، از برنامه روزانه زنان تا ارتباطاتشون با بیرون. فرزندان سلطنتی هم در همین محیط پرورش پیدا می‌کردند. معلمانی که در حرم زندگی می‌کردند به زبان شاهزادگان فلسفه، قرآن و ادبیات می‌آموختند. حرمسرای شاه جهان ترکیبی بود از لطافت و رقابت، از عشق و سیاست و از رویاهایی که گاهی اوقات رخ می‌داد و گاهی اوقات تاریک هستند. شاه جهان فقط یه معمار و عاشق نبود، اون یه جنگاور هم بود. در تمام طول سلطنتش هیچ وقت از شمشیر فاصله نگرفت. از بنگال تا کشمیر، شاه جهان برای گسترش مرزهای امپراتوری
بارها شمشیر به دست گرفت و ارتش‌های عظیم به راه انداخت. او حتی با صفویان ایران بر سر قندهار وارد درگیری شد، اما اونجا موفقیتی به دست نیاورد. با این حال موفقیت‌های داخلی و جنوبی امپراتوریش رو از نظر اقتصادی و نظامی به قدرتی بی‌نظیر تبدیل کرد. دربار به یکی از ثروتمندترین مراکز قدرت جهان تبدیل شد، جایی که طلا، جواهر، ابریشم و ادویه از سراسر جهان می‌رسید. اما این همه تجمل هزینه داشت. فشار مالی بر مردم زیاد شد. کشاورزها و بازرگانها زیر بار سنگین مالیات خم شدند. در ظاهر دوران شاه جهان عصر طلایی بود، اما زیر پوست این شکوه زمزمه‌های نارضایتی آغاز شد. او از نظر سیاسی هم بسیار سختگیر بود، مخالفان را به شدت سرکوب می‌کرد و کنترل کامل بر دربار داشت. هیچ تصمیمی بدون شخص شاه انجام نمی‌شد. با اینکه دورانش پر از هنر و زیبایی بود، ولی در دل این زیبایی دستی آهنین در کار بود. پیری مثل سایه روی پادشاه افتاد. بدن شاه جهان دیگه تحمل اون عظمت رو نداشت. وقتی مریض شد، 4 پسرش که هر کدوم تشنه قدرت بود، وارد جنگی بیرحمانه شد. نتیجه چه شد؟ اورنگزیب بی‌رحم‌ترینشون بقیه رو یکی یکی از میان برداشت. شاه جهان رو هم با وجود پدر بودنش توی قلعه آگرا زندانی کرد. آن 8 سال آخر عمرش شاه جهان فقط از یک پنجره به تاج محل نگاه میکرد. همون جایی که عشقش آرمیده بود. روزها با اشک، دعا و خاطرات گذشت. وقتی در سال 1666 اجازه دادند کنار ممتاز محل دفن شود، شاید این تنها خواسته‌ای بود که تا پایان عمر براش باقی مانده بود. پادشاهی که بزرگترین بنای عشق تاریخی رو ساخت، آخرش با بیماری شکسته و دور از قدرت مرد. ولی اون فقط یه شاه نبود، افسانه‌ای بود که از عشق ساخت. از سنگ جاودانه کرد و توی قلب تاریخ ماندگار شد. شاه جهان مرد، ولی اون پنجره کوچک که 8 سال از عمرش به تاج محل خیره شد، هنوز سر جاشه. اون آرامگاه سفید هنوز هر روز عشق رو توی آسمان بازتاب میده. اما پشت این شکوه دردی عمیق خوابیده بود. درد پادشاهی که همه چیز رو داشت، ولی در نهایت تنهایی سهمش شد. و یادت باشه تاریخ همیشه پر از عشق‌هایی که با اشک نوشته شدن.